در سرزمین سرسبزی حیوانات زیادی زندگی می‌کردند. به خاطر همین صیادهای زیادی برای شکار به آنجا می‌آمدند. روزی از روزها یک صیاد دامی در آنجا پهن کرد و در گوشه‌ای منتظر ماند. اتفاقاً در آن نزدیکی زاغ سیاهی در بالای درختی زندگی می‌کرد. او با دیدن صیاد و دام او به لانه‌اش رفت تا ببیند چه اتفاقی می‌افتد. ناگهان گروهی از کبوترها در آسمان پیدا شدند. از آنجا که همگی گرسنه و خسته بودند، به توقی سردسته خود گفتند بهتر است پایین رفته و از دانه‌ها بخوریم و دوباره پرواز کنیم. توقی هم قبول کرد. تا پایین آمدند و شروع به خوردن دانه‌ها کردند. ناگهان دام جمع شد و همه آنها اسیر شدند. هر کدام به طرفی پر می‌زدند و سعی می‌کردند تا دام را پاره کرده و خود را نجات دهند، ولی نمی‌توانستند. توقی سردسته آنها که کبوتر باهوش و دانایی بود، به آنها گفت بی خودی خود را خسته نکنید. این دام به این راحتی پاره نمی‌شود. من پیشنهادی دارم. بهتر است همه با هم یک دفعه هر چه توان داریم به کار ببریم و به اتفاق هم این دام را بلند کنیم و به آسمان ببریم و به جای دیگر برویم. کبوترها قبول کردند و در یک فرصت مناسب با همه توان خود پرواز کردند و تور را بلند کردند و به آسمان رفتند. صیاد که شاهد ماجرا بود به سرعت به دنبال آنها حرکت کرد تا شاید بتواند آنها را بگیرد، ولی نتوانست. کبوترها با سرعت هرچه بیشتر پرواز کرده و از محل فرار کردند. زاغ هم که شاهد ماجرا بود به دنبال آنها حرکت کرد. آنها رفتند تا به بالای درختی رسیدند که موشی زیرک که اتفاقا دوست صمیمی توقی بود زیر آن لانه داشت. توقی از بالای درخت موشی را صدا کرد و از او کمک خواست. موشی گفت پایین بیا تا بندها را با دندانهای تیزم پاره کنم. توقی گفت نه، اول بندهای دوستانم را پاره کن و بعد بند مرا. موشی به سرعت با دندانهای تیزش دام را پاره کرد و همه آنها را نجات داد. آنها به خاطر زحمات موشی از او تشکر کردند و به سرعت رفتند. زاغ سیاه هم که به دنبال آنها آمده بود از بالای درخت با صدای بلند گفت سلام موشی، تو دوست خوبی هستی، آیا با من هم دوست میشوی؟ موشی به سرعت به لانه خود رفت و گفت من با کسانی که نمیشناسم دوست نمیشوم. این داستان زیبا از کبوترها و زاغ نمایانگر قدرت اتحاد، مهربانی و اندیشیدن در شرایط سخت است. با اینکه هر کدام از کبوترها به تنهایی نمیتوانستند از دام رهایی یابند، اما همفکری و همکاریشان راهی برای نجات به آنها نشان داد. همچنین لطف و وفاداری موش و تصمیم خردمندانش که اول دستان توقی را آزاد کند بر اهمیت کمک به دیگران تاکید دارد. زاغ سیاه نیز نمایانگر کنجکاوی و اشتیاق برای ارتباط و دوستی است، اما واکنش محتاطانه موش نشان دهنده اهمیت شناخت بیشتر و اعتماد در روابط جدید است.